بله، این روستا همون روستای کاماکانه، همون جایی که دیگه یواش یواش باید قبول کنه که باید بره زیر آب. آبی که همینجور بالا میاد، آبی که حتی این جاده که از اینجا میرفت به سمت سد و این همون پیچ معروف بود که تو اول کاماکان که ورودی ده کاماکان بود، حتی اینجا هم باید زیر آب ببره. حتی این تپه های بالا هم باید بره زیر آب. هیچ چیزی اینجا نمیمونه. فقط تو آینده نه چندان دور همه اینجا رو از بالا فقط یه دریاچه میبینیم. یعنی حتی همین جایی که الان من واسطادم فکر میکنم شاید تو ماه آینده دیگه نتونم بیام اینجا واسطم. همونطوری که الان تو اون فیلم 7 بهمن ماه دیگه نمیتونم روی اون سد برم، چون آثار دیگه از اون سدم نمونده. اون سدم دیگه الان همش رفته زیر آب. همینجا هم زیر آب میره. همینجا هم دیگه باید باش خداحافظی کنیم. همینجا هم باید یواش یواش جزو غرق شده ها بدونیم، جزو جاهایی که باید بره زیر آب. مردم خیلی خاطرات دارن تو این دهشون. نمیدونم چجوری این دهو باید ترک کنن، یا الان خیلی هاشون ترک کردن. الان شنیدم که یه پیرزنی هنوز اینجا مونده، قبولم نمیکنه خونش رو ترک کنه. شاید خیلی هاتون بشناسید. اونم تو دلش یه چیزایی میگذره. شاید نمیتونه امواتشو توی این قبرستون ول کنه بره. قبرستونی که زیر آب میره. بله، سرنوشته. همه شو باید بذاریم به پای سرنوشت.